خواهرم، آیا می دانی اولین نوشنده آب زمزم زن است؟ اولین سعی کننده بین کوه صفا و مروه زن است. اولین کسی که ایمان آورد زن است. اولین شهید راه اسلام زن است. اولین سامان دهنده هجرت زن است. براستی زن چه شخصیت بزرگی است. زن می تواند جامعه را متحول کند. زن می تواند فرزند را تربیه کند که مایه فخر تاریخ شود. زن می تواند خانه شوهر را آباد کند. زن می تواند در پیشگاه الله از 100 مرد هم بهتر باشد. زن در جامعه نقشی خیلی باسزایی دارد. خواهرم، خود را دست کم نگیر. تو می توانی مادر و همسری بهترین باشی. تو می توانی دختر و خواهری بهترین باشی. تو می توانی معلمه و تربیتگری بهترین باشی. خواهرم، تو کسی هستی که خداوند از بالای 7 آسمان سفارش شما را کرده می فرماید استعیذ بالله و عاشروهن بالمعروف، و با زنان رفتار نیکو داشته باشید. خواهرم، این را فراموش نکن که این همه فضیلت ها و بزرگی را با بی‌حجابی و نماز نخواندن، با صحبت کردن با مردان بیگانه و با وقت گذرانی در شبکه های اجتماعی، با کارهای حرام و نافرمانی از فرموده های خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگیز به دست نمی آری. دنیا خیلی زودگذر و جای امتحان است. پس کار نکن که با این دنیای زودگذر و پیروی از خواهشات خود جنت همیشگی و جاودانی را از دست بدهی. کار نکن که در این امتحان ناکام شوی. والسلام علی من اتبع الهدى. اسیر ظاهر و رنگ و هوایی، گمان کردی که خوشبختی همین است. خوشی و لذت پوچ گناهان، تقاص و سختی اش زیر زمین است. خوشی و لذت پوچ گناهان، تقاص و سختی اش زیر زمین است.